شاه عبدالله دوی شاه اردن لکشک حسینیه پیشوازی لسروک مسعود بارزانی و شانده پیره کر. چندین مجارین جدا گوتا بیش کرن. ده جوین آناورا شاه عبدالله دوی و سروک بارزانی ده. شاه عبدالله دوی دلخوشی خواه به پیشوچون و باشتربونا پیوندیان ناوبرا هولیر و بغدای ده نیشانده و راگهاند که باشبونا پیوندیان ناوبرا هولیر و بغدای ده برجواندیا توای آلیان ده. روها ده جوین ده هر دو آلیان رونهی خستن سر پیوندین دیروکی یعنی ناوبرا گل کردستان و گل اردن ده. تأکیزی سر بردوامی آوان پیوندین دیروکی ناوبرا هرما کردستان و اردن ده هاته کرن. شاه اردن و سروک بارزانی بحثا پیوندین آبوری و بازرگانی ناوبرا هرما کردستان و اردن ده کر و تأکیزی سر بردوامی هماهنگی ناوبرا هر دو آلیان ده کرن تا کو روبروی شر ترور ببن و ترور بیک جاری جناب بن لنافچه لسر وخوندنه که فرمی شاه اردن سروک بارزانی لگل شانده که آست بلند بریا چند روزان سردان اردن کر او جیتا کو بجداری ده کوربند آبوری جیهانی دریای مری آنگو البحر المیت بکه. سروک بارزانی پشتی بجداری دیکم روژا کوربند آبوری جیهانی دکر لگل شاه عبدالله دوی لکشک حسینیه جویان.